سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمت هستم. بریم که اصطلاحمون رو بخونیم. میشه آروم باشی؟ میشه آروم باشی؟ Sakin olur musun? Sakin olur musun? میشه آروم باشی؟ مثال رو نگاه کن. Sakin olur musun? Bu işi ben hallederim. Sakin به معنای آرام، olmak به معنای شدن. مو پسوند سوالی، سونم پسوند فعالی برای شخص، سن هستش. میگه آروم میشی؟ میشه آروم باشی یالا؟ بو این ایشی ایشکار ای پسونده آی با نقطه دار پسوند حالا راه هست. من حال حل ادریم حل میکنم. حال ادریم حل میکنم. اتمک انجام دادن یک کاری است. میگه ساکین olur musun؟ بو ایشی ben حل ادریم. میگه میشه آروم باشی؟ من این کارو حل میکنم یا این کارو درستش میکنم.